یه سلام غنی شده تقدیم میکنم به همه شما سروران خودم. 4 سال پیش یه زلزله تو بیت ولایت اومد، اما هنوز که هنوزه دل سیدعلی و رقبا از ریشتر اون زلزله ریشه و 4 ستونشون در حال تلق و طلوقه. بسیجیام یه نفس میخونن که حس میکنم زلزله رو تو بیتت. حس میکنم زلزله رو تو بیتت، چطور شکاف نظامو بدوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. عظما خیتی بالا آوردی بازم، عظما منم با تو دارم میسوزم. خلاصه همشون دارن دست جمعی میسوزن. همباندی های سیدعلی میشینن پا میشن میگن آخ فتنه واخ فتنه، آخ فتنه واخ فتنه. 4مین سالگرد تبلور بصیرت ملت ایران در برابر فتنه در آستانه سالگرد حماسه بزرگ 9 دی امروز پیشتازان این حماسه دوباره به میدون اومدن. در شهر خون و قیام مردم ولایت مدار قم از علما و طلاب حوزه علمیه گرفته تا قشرهای مختلف در مدرسه فیضیه دور هم جمع شدن تا یه بار دیگه از فتنه‌گران به حامیانشون اعلام انزجار کنند. وحدت با منافق حیله دشمنان است. وحدت با منافق حیله دشمنان. از اونجایی که این فتنه ریش سیدعلی و دنب کوسه رو با هم چسبیده، شیخ اکبر و نوچه‌هاش هم به همین اندازه از این فتنه نظام افکن مینالن. شیخ فری یه هاپ هاپ اکبر نشان بیا ببینیم. 9 دی پاسخ قاطع مردم به بیگانگان. رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به فرارسیدن 9 دی ماه و نامگذاری آن به عنوان روز بصیرت گفت مردم زمانی که احساس کردند به باورها به ارزش‌های دینی و اعتقادی اونها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادیشون رو دارن، به حرکت درآمدن و با حضور و اجتماعشون به بیگانگان پاسخ درخوری دادن. اما با وجود این که هم سیدعلی و هم کوسه جفتشون از فتنه مینالن، اما با این حال به جای اینکه این داغ مشترک باعث وصلتشون بشه، عمق جرخوردگی نظامو بیشتر کرده. مثلا کوشکی کشکی، یکی از جوجه های اطلاعاتی سیدعلی، اینجوری از کوسه نیشگون میگیره. چهره هایی هم بودن که این چهره های بازیگر روی صحنه حوادث 88 نبودن، بلکه به نوعی کارگردان و پشت پرده بودن. اونهایی که بازیگر اصلی بودن، مردم تکلیفشون روز 9 دی رسما و علنا با صدای بلند با اونها مشخص کردن. اما با اون کارگردان‌های پشت پرده که ترجیح میدادن که از دور هدایت کنن ماجرا رو، به اونها هم پیام‌های زیادی دادن. اون روز که از شعارهای مردم خطاب به همین به قول شما خواص مردود و به قول خود مردم در روز 9 دی تاجران ورشکسته بود. یه پیام‌هایی رو به این تاجران ورشکسته مردم دادن، ورشکستگان عرصه سیاست که آبروی خودشون رو، گذشته خودشون رو و سوابق مثبت خودشون رو در یک قماری با بیگانه باختن. یارو سعی میکنه کامل مشخصات کوسه رو بده، منتها اسمشو نبره. اما خرچنگ نظام از این تعارفا نداره، واسه همین همچی بی پرده میپره دماغ کوسه رو گاز میگیره. بنده معتقدم آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی صفرهایی بودن که عددشان آقای هاشمی بود. امیدوارم جناب آقای هاشمی هرچه زودتر واقعاً برای حفظ انقلاب و خدمت به انقلاب این خدمت رو هم ضمیمه کنند و در مقابل جریان فتنه موضع صریح بگیرند. ما از ایشان درخواستمان این است که در اظهاراتشان یک طوری موضع نگیرند کل نظام زیر علامت سوال برود. خرچنگی که زهر رفته باشه تو جونش، گاز گرفتنش همینطوری میشه دیگه. از اون طرف اکبر کوسه مطابق استراتژی دنبال اکبر بیا، شیخ فری رو میفرسته وسط
تا اینجوری به سیدعلی بگه شاتاب. رئیس جمهور لازمه بصیرت را تشخیص دقیق شرایط زمان و مصالح کشور دانست و افزود امروز و در شرایطی که ما با قدرت‌های جهانی به طور جدی مذاکره می‌کنیم، مصلحت کشور اقتضا می‌کند بالاترین درجه وحدت و انسجام ملی را نشان دهیم. وضع پتال یعنی همین. از یه طرف جفتشون دنبال اینن که تو سیسیوی مذاکرات نظام رو به موتو با تنفس مصنوعی حال بیارن. از طرف دیگه هرچی میگذره بوکسینگ تو نظام شدیدتر میشه. سیدعلی نه ولیه و نه فقیه، یه مدل خاصه. یارو آخوند روزه خونه خیلی آس و پاسه. مثل شطور درازه بای من ریش میخونه همیشه روزه، اما مشعار میدین انگلیسه. آقا 30 ساله تو کار لفت و لیسه. سیدعلی نه ولیه و نه فقیه، یه مدل خاصه. یارو آخوند روزه خونه خیلی آس و پاسه. یه هتل شکست بدجوری کیه اقتدا کنه به علی گدا، ولی فقیه پیزوری، ولی فقیه پیزوری. موشکار